تا حالا براتون پیش اومده که برای اولین بار به یک فضا و به یک مکان جدید برید ولی احساس کنید که قبلا اینجا حضور داشتین؟ یا یک شخصی رو برای اولین بار ملاقات کنی و احساس کنی که قبلا اون رو دیدی و اون شخص رو میشناسی؟ شما پیش نیومده که از خودتون بپرسید تمام رمز و رموز عالم در کجا ثبت میشه؟ چرا که خداوند در سوره انفطار آیه 10 تا 12 به وضوح صحبت کرده در مورد اینکه فرشتگان همه چیز رو ثبت میکنن. تا حالا برات پیش نیومده که از خودت بپرسی کجا تمام این اطلاعات ثبت و ضبط میشه؟ سلام، من مژده هستم و از کانال تلقین مثبت اینجا هستم تا شما رو به نور و آگاهی دعوت کنم. اگر این ویدیو برای شما جذاب بوده پس تا انتها همراه من باشید. امروز قراره با یک مفهوم جدید و جذاب به اسم حافظه آکاشیک یا کتابخوانی معنوی آشنا بشیم. جایی که تمام اطلاعات از ازل تا ابد در اونجا ثبت و نگهداری میشه. حافظه آکاشیک چیه؟ فرض کن یک ابر رایانه وجود داره که تمام اطلاعات موجودات زنده این جهان رو از زمان خلقت تا ابد در خودش نگهداری میکنه که به اون فضای اتری یا فضای ابری یا حافظه آکاشیک هم میگن. شاید برات جالب باشه که بدونی خداوند در قرآن هم در مورد این حافظه کلی صحبت کرده. از منظر قرآنی میتونیم حافظه آکاشیک رو یا کتابخانه معنوی رو به یک لوح محفوظ تشبیه کنیم. خداوند در آیه 22 سوره بروج میفرماید قرآن در لوح محفوظ نگهداری میشه. نه فقط قرآن، نه فقط اطلاعات قرآن، تمام اطلاعات از ابد تا ازل در این لوح محفوظ ثبت و ضبط و نگهداری میشه. قضیه خیلی جذاب شد. قانون جذب و حافظه معنوی. حتما تا الان شنیدین که افکار شما هست که زندگی شما رو میسازه. با کمک تکنیک های قانون جذب و تمرین و تکرار شما میتونی به مدار بالای انرژی دست پیدا کنی. زمانی که ارتعاش و فرکانس شما بالا بره شما به راحتی میتونید از طریق روح آگاه خودتون به این فضای اتری و این کتابخانه معنوی دسترسی داشته باشید و پاسخ بسیاری از سوالات خودتون رو دریافت کنید. قانون جذب میگه هر چیزی رو که عمیقاً باور داشته باشی و بهش فکر کنی میتونی در زندگی اون رو تجربه کنی و تمام کائنات دست به دست هم میدن تا اون وارد زندگی شما بشه. زمانی که با کمک قانون جذب افزایش ارتعاش و معنویت رو تجربه میکنی و به این حافظه معنوی دسترسی پیدا میکنی انگار که کلید صندوقچه اسرار عالم رو در اختیار داری. شاید برات این سوال پیش بیاد که فایده دسترسی ما به این ابر حافظه کیهانی چیه؟ یکی از اولین فوایدش خودشناسی عمیقه. زمانی که شما از نظر معنوی رشد بکنید به یک خودشناسی عمیق دست پیدا میکنی و رسالت زندگی خودت رو متوجه میشی. رسالت زندگی همون چیزیه که خیلی از آدم‌ها تا لحظه مرگ دنبالش میگردن و شاید هیچ وقت اون رو پیدا نکنن. یکی دیگر از مهمترین فواید دسترسی به این حافظه معنوی حل مشکلات بزرگه. شما زمانی که به این حافظه معنوی دسترسی پیدا کنی میتونی جواب بسیاری از سوالای حیاتی زندگیت رو پیدا کنی. سومین فایدهش این هست که شما میتونی به شفای درونی خودت دست پیدا کنی. با کمک اسرار عالم، تمام رمز و رموز عالم، هر آن چیزی که شما از زمان جنینی تا به الان تجربه کردی در اون حافظه ثبت و نگهداری شده. زمانی که بهش دسترسی داشته باشی میتونی
بیماری‌های روحی و معنوی خودت رو شفا ببخشی. جذب خواسته ها یکی دیگر از مهمترین فواید دسترسی به این ابرحافظه کیهانی هست. یکی از مهمترین فوایدش ارتباط با خداونده، خداوندی که با علم و حکمت خودش تمام این جهان رو بر اساس نظم خلق کرده. زمانی که شما از نظر معنوی و آگاهی رشد کنید، ارتباط مؤثرتری رو با خداوند تجربه می‌کنید. سوال مهمی که در این لحظه ممکنه ذهن خیلی از شما رو درگیر کرده باشه این هست که حالا ما چطور میتونیم به این ابرحافظه دسترسی پیدا کنیم؟ راه حل‌های زیادی وجود داره که در موردش در ویدیو بعدی باهاتون صحبت میکنم. اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و زنگوله کانال رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشید. در نور و آگاهی باشید.